شعبه وزارت کارهای داخله در شهر کنه‌بادام با عریضه زن 57 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 15 دکامبر سال 2021 تخمین ساعت 2:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد خانه استقامتی شده از آنجا $10,000 امریکایی، 28,000 روبل روسی، 25,000 سومونی و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرری رسانیده شده 196,580 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 30 ساله ساکن همانجا همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه اسماعیل سامانی با عریضه زن 36 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 8 نوامبر سال 2021 در بازار مهربان پایتخت زن 32 ساله ساکن ناحیه ورزا با راه فریب و باوریش درآمده از او 57,000 سومونی را گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه آن را برمیگرداند، اما تا حال مبلغ‌های گرفته‌اش را برنگردانیده است. اوید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که صبح و شب 18 دکامبر بر اثر دو صدمه نقلیاتی در ناحیه واسه و در پایتخت شهر دوشنبه 2 نفر راننده 39 ساله و مسافر 30 ساله به هلاکت رسیده. 2 نفر دیگر از جمله یک جوانزن 30 ساله و یک جوان 31 ساله جراحت برداشتند. از جمله صبح 18 دکامبر سال 2021 تخمین ساعت 3:50 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا حسنوف سفرخوجه سال تولدش 1982 ساکن ناحیه همدانی هنگام حرکت در حدود پایتخت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه اوپل ویکترا تحت اداره حبیب‌الله عثمان سال تولدش 1998 ساکن شهر دوشنبه برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه اوپل استرا حسنوف به هلاکت رسیده. مسافرانش رحمت الله و اکاترینا روسلانونا سال تولدش 1991 و سورابزاده نایب سوراب سال تولدش 1990 ساکنان پایتخت جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. همین طور 18 دکامبر سال 2021 تخمین ساعت 21:30 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا کمری باباخانوف خسرو عبیدویچ سال تولدش 1994 ساکن ناحیه واسه هنگام حرکت در حدود ناحیه واسه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به درخت توت کنار چپ رو برخورده است. در نتیجه مسافر داخل автомашین اسفندیار نعمت شمس‌الدین زاده سال تولدش 1991 ساکن امین ناحیه جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها راههای خطرناک به شمار می روند. در عموم هر سال بر اثر صدمه ها در راههای جمهوری 100 نفر هلاک یا مجروح می شوند. سال 2020 بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر معیوب شدند.